ما میخوایم بریم کانفیگ رایگان ویتیوری بریزیم. میریم وارد تلگرام میشیم. داخل سرور بزنید سرور ویتیوری براتون میاره. واردش میشیم. میریم رو آخری یه دونه میزنیم رو حالت انگلیسی. میریم داخل فیلتر شکن ویتیوری. به علاوه رو میزنیم پیکر بندی رو از کلیپ برد وارد کنید. میزنیم میبینیم سرورهای جدید وارد شد. باز به علاوه اینو که زدیم اینو میزنیم تأخیر واقعی پیکر بندی ها همون هم میشه. میبینیم که الان اینایی که قرمزن کار نمیکنن و اینایی که سبزن کار میکنن. پایین ترین کانفیگ رو انتخاب میکنیم.